برای اولین بار در تاریخ برگزاری این رقابت‌ها برای افغانستان. حالا سرود ملی افغانستان نواخته خواهد شد در محل برگزاری مسابقات. حيوا معنا الفائزين بالميداليات. رياض please show your. زنده باد افغانستان، نوش جانت قهرمان. این مدال طلا محمد یوسف جهانگیر امشب فقط برای خودش طلا نگرفت، برای تمام جوانانی جنگید که سالهاست میان نداشتنها و رویاهای نیمه کاره گیر کردند. مدال طلایی که او در فینال مویتای بالا برد، اولین طلای افغانستان در تاریخ بازی‌های کشورهای اسلامی است، اما وزن واقعیش خیلی بیشتر از یک رکورد ورزشی است. تبریک باشه، تبریک به همه شما. کسب مدال طلای محمد یوسف جهانگیر در رقابت‌های مویتای در وزن 70 الی 75 کیلوگرم و چه لحظات خاطر انگیزی، چه لحظات به یاد ماندنی و چقدر کیف کردیم و لذت بردیم از این هم صحبتی و هم کلامی و چه شبی ساخته شد برای ما. لحظات بسیار بسیار حساسی است و تقابل محمد علی و محمد یوسف جهانگیر در فینال مویتای بازی‌های کشورهای اسلامی. چه ورزشکاری صاحب مدال طلا خواهد شد؟ اوه، چه لحظات عجیبی است. ما قهرمان شدیم، ما به مقام قهرمانی رسیدیم. اولین مدال طلای تاریخ افغانستان در بازی‌های کشورهای اسلامی. وای، مدال طلا محمد یوسف جهانگیر برای اولین بار در تاریخ برگزاری بازی‌های کشورهای اسلامی افغانستان را صاحب مدال طلا کرد. چه اتفاق خوشحال کننده ای. ما به مقام قهرمانی رسیدیم و این ورزشکار با درد، با تلخی، بعد از پشت سر گذاشتن مشکلات فراوان، بیرق مقدس افغانستان را بالای سر میبره و به مقام قهرمانی رقابت‌های کشورهای اسلامی دست